درود رفقا، چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو. رفقا ما رفتیم یه آبی خوردیم و اومدیم بعد ویدیو قبلی که شما دیدید داریم این ویدیو رو رکورد میکنیم. دقیق نمیدونم دارم چی میگم، ولی رفقا ویدیو قبلی رو شما دیدید. حالا نمیخوام چیزشو بگم، ولی ما داخلش یه سری نکات گفتیم برای ریجن رفتن و این چیزا و تقریبا اون ویدیو رو 5 دقیقه قبل رکوردش تمام شد. رفتم یه آبی چیزی خوردم و اومدم براتون این ویدیو رو بگیرم و دیگه شما واقعا انقدر حمایت میکنید خستگیتون در بره، چون دیروز ویدیو نذاشته بودم، گفتم امروز 2 تا بذارم و ویدیو قبلی درباره ریجن رفتم بود. این ویدیو هم اینه که کاراکترها چجوریه در کل، کاراکتر ریجن رفتن و کاراکترهای رنگ اپ کردن کلاش اسکواد رو میخوام براتون امروز بذارم تا بتونید قشنگ ازش استفاده کنید و راحت برید ریجن، بدونید اسنایپر چه کاراکتری میچینه، بدونید نمیدونم کسی که میره ریوایو میکنه و این چیزا میره چه کاراکتری میچینه. ریوایو میکنه که البته برای بتله، کسایی که میچسبن به هم چه کاراکتری میچینن، کسایی که نمیدونم تکیراش میدن. حالا همه این کاراکترها رو میخوام امروز براتون توضیح بدم که شما بتونید و آگاه قشنگ برید رنگ اپ کنید و سریع پرچم ایران رو داخل ریجن بکوبید و راحت میشه برد ریجن. من الان بخوام شروع کنم شاید بتونم ببرم ریجن، ولی خب اگه ستاره بره بالاتر دیگه من با این گوشی و با این دم و دستگاه زغالی نمیتونم ببرم ریجن. و الان هم همینطور که میدونید من بن اسکوادم، من نه شروع میکردم به رنگ اپ کردن. خب این رفقا نخوام وقتتون رو بگیرم، اینترو خیلی طولانی شد. ممنون میشم برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید و یه کامنت برامون بذارید. حالا ایده و این چیزاتون هم تو کامنت ها بنویسید، دیگه حرفی نمیمونه، بریم کامل براتون توضیح بدم. خب رفقا ببینید اینجا دیمیتری و سونیا و ولفرا. رفقا دیمیتری وقتی شما مثلا سونیا رو داشته باشید، وقتی شما دمیج میشید و 200 تا دمیجتون تمام میشه، اون سونیا رو میزنید و شما 3 ثانیه زنده میمونید و میتونید تو اون 3 ثانیه دیمیتریتون رو بزنید و وقتی که ناک میشید تو دیمیتری میافتید. حالا دیمیتری چه قدرتی داره؟ وقتی که شما تو دیمیتری میافتید، دیمیتری شما رو زنده میکنه، یعنی به جای یارتون شما رو قشنگ ریوایو میکنه و داخل کلش اسکواد اگه بچسبید به هم خیلی به درد میخوره. خب اون یکی قدرتش چیه؟ تیواه. تیوا سرعت ریوایو کردن و چی میگن سرعت ریوایو کردن رو میبره بالاتر و از اون طرف هم که شما دیمیتریو زدید تو نیم ثانیه یارتون ریوایو میشه و وقتی که تو نیم ثانیه ریوایو شد شما هم از طریق قدرت تیوا یارتون اچ پی میگیره یا خودتون اچ پی میگیرید، هم از طریق قدرت دیمیتری. و این یعنی وقتی ریوایو میشید اچ پیتون تقریبا تا مکس شدن میره. خب رفقا ببینید اون یکی ولفرا درصد هدو میاره پایین تر، یعنی شما هرچی کیل بیشتر بزنید، مثلا شما کیل میزنید، چند تا کیل که میزنید شما برای مثال یه چند تا ویو بهتون اضافه میشه، یا همون چند تا بیننده، همون چشمه که سمت چپ بالای صفحه میاد، شما چند تا از اونا بهتون اضافه میشه و فکر کنم ماکسیمومش تا 6 تا بشه و وقتی هم که فکر کنم به ماکسیمومش میرسه یا شاید هم حتی اگه نرسه دور و بر 3-4 تا باشه، شما هد دیزرت، هد وودپکر اینا از یه مقدار فاصله بخورید نمیرید، درصد هدو کلا میاره پایینتر و درصد هدی هم که شما میزنید با هر گانی میبره بالا. برای مثلا وود میزنید بیشتر دمیج میخوره، حتی اگه اچ پیش بیشتر باشه، کاراکتر مختلف داشته باشه بازم میمیره. خب ببینید شما یه پت باپ بزنید، اگه اشتباه نکنم اسمش زاسیله، بین اینا شما باید این پت زاسیل رو بزنید. هر بار که شما یه مدکیت میزنید یه چیزی خودش بهتون میده. حالا مثلا احتمال داره ریپلی کیت یا همون تعمیر چیزو بده بهتون، تعمیر وستلمنت رو بهتون بده یا مدکیت بهتون بده، خلاصه همچین چیزای دیگه. و هر 70 ثانیه شارژ میشه، یعنی الان زدید مدکیتتون رو 70 ثانیه بعد وقتی که بزنید دوباره وصله میگیرید. نمیشه که دوتا مدکیت مثلا پشت سر هم بزنید و دوتا وصله با هم بگیرید. در کل کاربردیه دیگه. حالا میتونید چیزای دیگه هم بذارید، پتای دیگه. این پتای پیشنهادیه. خب رفقا ترکیب کاراکتر بعدی موکو ولفرا ای پی. همون ولفرا که درصد هدو میاره پایینتر، موکو هم که وقتی شما به این نفر دمیج میدید اونو فکر کنم تا نزدیکای 6-7 ثانیه نشون به خودت و یارات میده. مثلا شما به یه انمی دمیج میدی، هر جایی بره پشت دیوارم وایسه
تا 6-7 ثانیه یه علامت بنفشی میاد بالا سرش، شما میتونید ببینیدش. خب AP چجوریه؟ AP شما هر یه نفر رو که میزنید بهتون AP یا همون EP میده. AP که بهش نمیشه گفت EP میگن. این EP که به شما میده هر نفر رو میزنید یعنی 200 تا EP میده و شما بغل این کاراکتر رو اگه اوریون رو بزنید با هر کیلتون که 200 تا EP بگیرید اوریونتون تقریبا پر میشه و میتونید اوریونتون رو استفاده کنید که برای راش شدن و حالا این چیزا خوبه. اولی هم که برای چسبیدن به هم خوب بود، همون دیمیتری، ترکیب دیمیتری، این هم برای راش شدن و این چیزا اوکیه، زون گرفتن و راش شدن و این چیزا. خب رفقا بغل این شما باید یه پت بزنید. شما ببینید وقتی دارید یه جایی وایسادید تکون نمیخورید، نمیشینید، اگه بشینید و تکون بخورید یا بپرید این پت غیر فعال میشه. ببینید شما تو 6 ثانیه 100 تا ایپی میگیرید و اگه اینو ببرید 100 تا ایپی از این پتتون میگیرید، 200 تا ایپی از هر یه دونه کیلتون میگیرید و ماکسیموم ایپیتون پر میشه و میتونید اورینتون رو استفاده کنید. ببینید رفقا این ترکیب کاراکتر هم برای راش دادن و حالا میتونید باش اسنایپ هم بزنید ولی خیلی برای راش دادن بهتره. این ترکیب کاراکتر ووکونگ داخلش. ووکونگ شما فکر کنم هر 90 ثانیه میتونید بزنید. البته اون ثانیهش مهم نیست، شما هر یک کیل که بگیرید دوباره میتونید برید داخل ووکونگ. و قدرت بعدیش ولفرا هم همون هد کمتر دمیج میخورید. و بعدی رافائل چجوریه که وقتی شما گام میگیرید مثلا اسنایپ میگیرید یا مثلا وودپکر میگیرید روش سایلنسر فعال میشه و چیز دیگه هم که داره وقتی شما ناک میکنید انمیو زودتر فینیش میشه و نظر من حالا قابلیت اوکیه. خب رفقا قدرت بعدیش آنتونیوه. وقتی گیم شروع میشه شما وقتی گیم رو استارت میکنید میرید داخل گیم، شما شیلد میگیرید و شیلد چجوریه؟ شیلد اینطوریه که شما دمیج میخورید ولی خب از اون شیلده میره، از اچ پی تون نمیره یه مقدارش. حالا هر چقدر هم که انمی بزنید اون شیلد سر جاش میمونه دیگه، انمی به شما دمیج بده و وقتی که شما اون انمی رو بزنید شیلدتون برمیگرده. خب رفقا قدرتی نمونده برای این چند تا کاراکتر، فقط یه پت داره، پتش راکونه. رفقا راکون اینطوریه که شما مثلا الان به ووکونگ آوردید با خودتون و کلا جایی که زیاد نمیتونید شو بدید، شما این ووکونگتون اگه مثلا برای مثال دارم میگم، فکر کنم ووکونگ 90 ثانیه پر میشه یا 80 ثانیه، دقیق نمیدونم، ولی اگه ووکونگ شما در حالت عادی 100 ثانیه طول بکشه برای پر شدنش، این 15 ثانیه‌شو کم میکنه. در کل از هر مقداری که هستش 15% کم میکنه. این راکون بازم پت اوکیه ولی خب زیاد کاربرد خاصی نداره. حالا پتی که با بین این ووکونگ و این چیزا میشد زد اینه دیگه برای راش شدن و این چیزا، ولی خب شما هر یه نفر رو که بزنید ووکونگتون دوباره پر میشه. خب رفقا رسیدیم به ترکیب کاراکتر آخر. رفقا کاراکتر آخر چیه؟ این ترکیب کاراکتر آخر ایناه رفقا، همینطور که دارید میبینید. موکو این دختر صورتی نمیشه گفت صورتی، ولی این خانم صورتی است. حالا اسمش نمیدونم چجوری نوشته میشه یا اصلا چجوری خونده میشه، الریس آیریس چیه من نمیتونم درست تلفظ کنم. موکو الریس یا همون آیریس این کاراکتر است که این خانوم است، حالا لباسش آبیه و این کاراکتری که یه علامت شاهین رو قدرتاش داره. خب رفقا ترکیب کاراکتر رو کلا مدل کاراکتر و قدرت کاراکترش چجوریه، این ترکیبی که الان گذاشتم اینجا ببینید. این خانم لباس آبیه که پایینه بغل موکو، اسمش فکر کنم لورا باشه، وقتی شما تیر میزنید کمتر میس میدید، حالا برای اسنایپ خوبه. موکو هم که همون قدرتش اینطوری که وقتی شما دمیج میدید جای انمیو بهتون نشون میده. این علامت شاهینه هم اینطوری که وقتی به شما به یه نفر دمیج میدید بیشتر از دمیجش کم میشه. مثلا اگه اسنایپ شما تو حالت عادی 150 تایی بخوره احتمالاً اینطوری 175 تایی چیزی میخوره. حالا من تست نکردم ولی خب بیشتر دمیج میده اینطوری که تو قدرتش نوشته. قدرت آخرش که قدرت اکتیویشه ببینید اسمش الریس آیریسه. بازم گفتم نمیدونم شرمنده‌ای دارم اشتباه تلفظ میکنم. ببینید اینطوری قدرتش که تا یه تایم مشخصی
وقتی شما به یه آیس یا همون یخ شلیک میکنید، بذارید من یه مثال بزنم کامل متوجه بشید. خب به یخ انمی که جلوتون باشه شلیک میکنید، تا چند متر اطرافش انمیایی که نزدیک اون یخن بهتون نشون داده میشه و از پشت یخ میتونید دمیج بدید. یعنی برای مثال شما یه تیر به یخ حریف با اسنایپ میزنی و طرف رو نشون میده کجای یخ وایساده، کدوم پشت یخه، دقیقا کدوم قسمت یخه، و شما با اسنایپتون دقیقا اونجا رو نشونه گیری میکنی و شلیک میکنی که یه ذره کتابی شد، ولی دقیقا اونجا رو این میگیری و شروع میکنی به تیر زدن و تیرتون اگه دقیق زده باشید به اون انمیه، اسنایپ هم تا یه گوشه‌ای حالا جواب میده. یعنی اسنایپ حالا شما یه مقدارم از انمی این ورتر زده باشی اوکیه. اگه شما تیرتون خورده باشه به انمیه، از انمی کم میکنه دمیج. حالا شما اگه این قدرت شاهینه هم آورده باشی، فکر کنم حالا اگه 150 تا کم نکنه 130 تا رو راحت کم میکنه و با 2 تا اسنایپ میتونی انمی رو بندازی. خب رفقا اینم پتش همون پت راکنه. پت راکنم که بهتون گفتم کمک میکنه زودتر کاراکتر فعالتون یا همین الریس یا آیریس بود آخریه زودتر پر میشه دیگه و شما دوباره میتونید زودتر شلیک کنید دو پشت یخ و به انمی دمیج بخوره. حالا من که میگم این الریسه کاراکتر اوکیه، شما میتونید باش وقتی نشون میده به پشت یخ تیر بزنید و طرف دمیج بخوره و این کاراکتر عقابه. حالا زیاد نیاز نیستش، ولی خب اگه شما این کاراکتر عقابه رو آورده باشی بهتره. یعنی اینکه شما دمیج هم بهش بزنید، حتی اگه به یخ تیر نزده باشید و یخ نکاشته باشه، شما دمیج بزنید انمی بره پشت دیوارم میدونید دقیقا پشت کجاست. یا اگه حال نکردید بجاین عقابه میتونید شما این کاراکتر چیزو بذارید، همین رافائل چیه، همین اسنایپر کچله این وسط. حالا اینطوری گفتم متوجه بشید این وسط کاراکترها دیگه تمام شد دیگه. کل ترکیب کاراکترها رو بهتون گفتم به درد چه کارایی میخوره. این آخری هم برای اسنایپ زدن بود دیگه، حرفی نمیمونه. خب رفقا این بود از ویدیو. رفقا این ویدیو درست کردنش یه کوچولو زمان برده رفقا، و امروز براتون 2 تا ویدیو گذاشتم که حمایتاتون جبران بشه. ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید، چنلمون رو ساب کنید و یه کامنت برامون بذارید، ایدهاتون رو تو کامنت ها بنویسید. حرفی نمیمونه. عاشقتونم. فعلا. پی